سلام بر تمام دوستان گرامی، امیرحسین فروزه هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو شو. اینجا رو ببینید. خب نمیدونم مشاهده است کنم 9 ساعته گذاشتم جی تی وی داره نصب بشه به خاطر قسمت های داستانی جی تی وی. قرار داخل چنل بزنیم. داخل چنل ما چند سری جدید داریم. یکیش بازه چند نفر است که قراره با علیرضا بریم. حالا نمیدونم میدونم یا نه. اینجا اتاق، حالا روم تورش رو بعدا میذارم. او کلا به هم ریخته است. خود سنتیانه اونجا سیستم داره، اونجا که میبینی علیرضا است، اینجا هم سیستم منه، وای فای که باش کار میکنیم، مانیتور دوم، مانیتور اول، کیبورد و موس و اینا. چای مای اینجا خودش گرفته کبیزه. آره در نزدیک چقدر 9 ساعت و 45 دقیقه است داره نصب میشه گیم. و فقط به خاطر اینکه ویدیو داستانی داشته باشیم دقیقا چنده کلا داریم این همه زمینش که ویدیوها قشنگ برشون بدیم. حالا نمیشه ویدیو قدیمون اینقدر کیفیتش پایین شده بود، نمیدونم چرا. حالا برای کیفیت از این ببرم رو به بالا، یعنی رو 480 720 داشته باشیم کیفیت ها، همینطوری میبریم بالاتر. هر چقدر بریم بالاتر ما کیفیت ویدیو میاد بالاتر و بازه بیشتر قرار اضافه بشه. یعنی ما اینطور نیست بگیم جی تی وی فقط جی تی وی. داشتم میگفتم کلا جنر ما با دو تا بازی یا یه دونه بازی نیست. ما قراره مثل بعضا که داخل کوان چنل هستن هی بازی متفاوت مختلف بریم، بازی جدید که میانو خریده کنیم یا حتی کرکشون بعضا بذاریم و با هم دیگه بریم. کلا هم همچی کاری بکنیم داخل چنل و نظرم با جی تی وی و ماینکرافت و کال آف شکن خیلی خوب. یه ویدیو گذاشتم اینو که میذارم، یه ویدیو کال آف دیوتی بعدش قراره آپلود بشه داخل چنلم. الان یا هستش یا داره آپلود میشه و میتونید اینو ببینید. حالا ویدیو خیلی ساده یه مال گوشیه، چون این درگیرم این درست بشه ویدیو داستانی خیلی خفن قراره براتون بگیرم. نه ویدیو داستانی مثلا نمیدونم یارو رفت فلان کرد، میخوام یه سریال بسازم اسمشم بهتون نمیگم، یه قسمتاش 8 9 10 دقیقه‌ای هم داخل یوتیوب و بعد دیگه ببینیم چی میشه دیگه. برنامه هفتگیمون هم درست میکنم، چنل دیسکورد هم زیرم هست داخل دیسکریپشن داخل زیر همین ویدیو و میتونید برید ببینید. حالا ویدیو لانگ شد دیگه در اومد، یا دو قسمت شورت میاد یا نمیاد. دو تا قسمت که من میزنم و خوشم میشه لایک کامنت دنبالت نتوی دیگه. خدافظ.